رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیث قدسی: ان الله تبارک و تعالی یقول لعبد یوم القیامه، در روز قیامت الله متعال به بنده خود میگوید که ما منعک اذا رأیت المنکر ان لا تغیره، چی شد که وقتی کار بدی رو میدیدی نمیتونستی تغییرش نمیدادی؟ چقدر از ماها هستیم عروسی خواهرمون، برادرمون، خاله، عمو، دایی، پسر عمو، پسر خاله، پسر دایی، قوم خویش، میریم در عروسی، موسیقی روشن است، صدامون در نمیاد، مینشینیم نگاه میکنیم. چرا؟ والله اگر چیزی بگم خفه میشن، ناراحت میشن. فسق هست، فجور هست، اختلاط هست، بی‌حجابی هست، صدامون در نمیاد. چرا؟ والله بذار یک شب است، مردم ناراحت میشن. بعد قوم و خویش هستن، قهر میکنن، دوست هستن، ناراحت میشن. حالا یک شب عروسی است، بذار بره، بده بره. دوست ما، رفیق ما، همراه ما هست، داره یک منکری رو انجام میده، به خاطر اینکه ناراحت نشه چیزی بهش نمیگیم. میترسیم که ناراحت بشه، میترسیم که از ما دور بشه. شریکمون از باش بزنسی داریم، مشتریمون از تجارتی داریم، نمیگیم بهش. منکری رو که انجام میده ازش جلوگیری نمی کنیم. چرا؟ والله حالا دیگه مشتری است دیگه، چی کارش میشه کرد؟ میشه حالا چیزی بهش بگم ناراحت میشه، شاید دیگه از ما خرید نکنه. یا شریک هم مثلا چیزی بهش بگم ازم جدا میشیم، این فایده و سودی که داره میاد این قطع میشه. الله سبحانه و تعالی به این انسان ها در روز قیامت میگه که خب اون چیزای بدی رو که میدیدید، منکری رو که میدید، چرا جلوشو نمیگرفتید؟ چی میگن؟ یا رب خشیت الناس، ترسیدیم از مردم. الله متعال میگه از کی باید میترسیدید؟ از من یا از مردم؟ لمن الملک اليوم، پادشاهی از آن کیست امروز؟ کسی جرأت جواب دادن نمیکنه. در آن روز الله متعال میگه از کی باید میترسیدی؟ از من یا از اونا؟ و با کله میفرستادش جهنم. اطمینان، یقین، این نعمت بزرگی است که الله سبحانه و تعالی نصیب مؤمنین میکنه. انسان یقین داشته باشه که، باور کنید امروز خیلی از دوستان هستن، برادرمون عمر، حالا منظور من شما نیستید، خیلی از دوستان هستن ابو فلان، ابو علان، به نام‌های مستعار مختلف، بدون عکس، بدون تصویر فعالیت میکنن در فیسبوک. خب الله متعال جزای خیر نصیبشون بکنه، شاید بعضیشون مشکلاتی دارن نمیخوان. من نمیخوام از فعالیت اونها، از جهد اونها، از زحمت اونها، از قدر و منزلتی که دارن بکاهم. شاید بعضی از اونها در نزد الله سبحانه و تعالی از 1000 تا امثال ما نزدیکتر باشن، بهتر باشن. اما به لطف الله سبحانه و تعالی، به فضل الله سبحانه و تعالی 20-25 سال هست که در میدیا ایران با اون دبدبه و کبکبه و 90 میلیون و اون همه خودتون دیگه ادعایی که دارن میبینید، تاجیکستان، آمریکا، اسرائیل، روسیه، عراق، شیعایی که هستن در، الحمدلله هر جایی که نیاز به حرف حق بوده در مقابل اینا حرف حق رو گفتیم. چرا؟ چون این وظیفه ماست و باور به خدا بکنید این یقین رو داریم که اگر الله متعال نوشته باشه که من به دست یک رافضی کشته بشم، به دست یک یهودی کشته بشم، به دست یک آمریکایی یا روسی کشته بشم، یا در فلان روز، فلان ساعت، فلان تاریخ کشته بشم، والله بالله تالله نه من میتوانم عوض بکنم و نه تمام انسانهای دنیا اگر بخوان بیان من رو نجات بدن نمیتوانن تبدیلی بیارن در این تاریخ و در این ساعت و در این ثانیه. این یقین رو باید تک تک ما داشته باشیم. اصلا ما چرا بهترین امت شدیم؟ پدر عزیز، برادر عزیز، امروز یک برادر مسلمان یا فرزند تو در راه دین
زحمت میکشه، حرف حق میگه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، تو باید او رو تشویق بکنی، تو باید به او افتخار بکنی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت به خاطر این شدید که امر به معروف و نهی از منکر میکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند امت‌های پیشین نابود شدن به خاطر چی؟ که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردند. حضرت عایشه پرسیدن که یا رسول الله، یعنی امتی امکان دارد که در بینش انسان‌های صالح هم باشد، انسان‌های طالح یا انسان‌های بد هم باشد، همه با هم نابود بشوند، گرفتار غضب بشوند؟ فرمودن که بله، وقتی که آن انسان‌های صالح انسان‌های غیر صالح را امر به معروف و نهی از منکر نکنند، در اون صورت عذابی نازل می شود که تر و خشک با هم می سوزد. انسان صالح و غیر صالح همه بدبخت می شود. در همین افغانستان در زمان ظاهرشاه شراب بود، رقص بود، سینما بود، موسیقی بود، فحاشی بود، بی‌حجابی، بی‌حیایی بود، ملا صاحبم بود، دعوتگرم بود، کسی هم صداش در نمی آمد. چی شد؟ خداوند نظام رو تغییر داد، داوود آمد. کمونیست‌ها فعالیت می‌کردن، بیدینی بود، دعوت به الحاد بود، کسی کاری نکرد. مصیبت بزرگتر از آن آمد و بعد از اون دیدیم که همه در به در شدن. این مملکت از این ور به اون ور شد. اونایی که در بالا بودن پایین آمدن، اونایی که پایین بودن بالا رفتن. مملکت تا امروز 40 سال است که در به دری جنگ، تازه کمی استقرار و امنیت آمده که الله متعال دوامدار بکنه. پس سعی کنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه هم که شده از من برسانید. شما وظیفه ماست، تک تک ما مسئولیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. ای مسلمان ها، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کدام از شما مسئولید و مسئول زیر دستان خود هستید. مرد در خانه مسئول است، مسئول از زن و بچه خودش است. زن در خانه مسئول است، مسئول از شوهر و فرزندان خودش است. عالم مسئول است، حاکم مسئول است، پلیس مسئول است، تاجر مسئول است، دعوتگر مسئول است. هر حرفی رو که از دین میفهمید به مردم نمیرسانید مسئول هستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدین و نصیحه، دین نصیحت است. الله نصیحت میکند، به خاطر الله ما باید نصیحت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما امت رو نصیحت کرده، ما به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید نصیحت بکنیم، وظیفه خود را ادا بکنیم. بر همه کس این نصیحت فرض است، بر حاکم فرض است، بر عالم فرض است، بر عموم مسلمانان هم فرض است.